توصیه به دانشجوهای امروزی، حالا توصیه که نمیتونم بگم، ولی بعد از اینکه ترمتون تمام شد و تابستون شروع شد، برید سر یه کار مرتبط با رشته‌تون و سابقه کاری کسب کنید و یاد بگیرید. هم علاقه‌مندتر میشید و هم برای آیندهتون خیلی بهتر میشه. به نظر دانشگاه رفتن ارزش اینو داره حتی یه سال پشت کنکور بمونی؟ به نظرم بستگی به دانشگاهی قبول میشی و رشته و شهری که میخوای بری داره. اگه رشته خوب و دانشگاه خوب قبول نشی، به نظرم یه سال پشت کنکور بمونی ارزششو داره، چون الان توی مملکت که هستیم، تو دوره که هستیم، واقعا درس و دانشگاه به نظرم مهمه. تا حالا شده به امید نمره 18 بری سر کلاس با نمره 8 برگردی؟ نه راستشو بخواین، چون استادامو میشناسم، خودم هم میدونم چی کار دارم میکنم. شاید بخوام فکر کنم 10 بشم 8 بشم، ولی اینکه از 18 بخوام 8 بشم نه واقعا. توصیه به دانشجوهای امروزی، اولی که تا جایی که میتونید اول خوب فکراتونو بکنید، بعد تصمیم گیری کنید برای ادامه تحصیل، چون شرایط الان طوری شده که دیگه به نظر من شاید واجب نباشه ادامه تحصیل. شما میتونید تو خیلی از کارهای دیگه به اصطلاح پیشرفت کنی، بعد اینکه آره ممکنه بیا اینجا و بعد پشیمون بشی حتی اگه علاقه داشته باشی اون رشته. تو آدم برونگرا میدونی یا درونگرا؟ این ویژگی چه تأثیری توی زندگی دانشجو گذاشته؟ درونگرا حقیقتش درونگرا بودن تو زندگی دانشجو خیلی سخته. مثلا خیلی جا نمیتونی حرفتو بزنی، حقت خورده میشه. تو خوابگاه که خیلی اذیتی باشه. اگه بهتون یک بودجه و اختیار بدن که یک تغییر اساسی توی دانشگاه بدید، چه تغییری میدید؟ من بخش ارتباط با صنعت دانشگاه رو تقویت میکنم و یه بخش زیادی از دانشجوها رو از دانشگاه فیلتر میکنم تا اون عده باقی مونده‌ای که موندن با قدرت بیشتری ادامه بدن که ما دانشجوی فارغ التحصیل بدون علم نداشته باشیم. به نظر دانشگاه رفتن ارزش اینو داره حتی یه سال پشت کنکور بمونی؟ خیر، ارزش نداره، چون تو مملکت ما جوریه که حتما باید پارتی داشته باشی به جایی برسی. میای این همه سال درس میخونی، تشم میشه هیچی. با کسی که درس نخونده هیچ فرقی نداری. تمام.